به نام خدا. سلام بچه‌های گلم، وقتتون بخیر. در این جلسه با آموزش نگارش ششم ابتدایی صفحه 13 در حضور شما هستم. کارگاه نویسندگی. نکته: هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشیم. از کاربرد واژه‌های گفتاری و شکسته خودداری کنیم. از تکرار واژه‌ها بپرهیزیم. ساده و خوانا بنویسیم. سوال 1. بهار و زیبایی‌های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید. در متن خود از 1 یا 2 بیت شعر که در مورد فصل بهار سروده شده است استفاده کنید. موضوع: بهار زیبا. فصل بهار فصل زیبایی و شکوفایی، فصل سرزندگی و سرسبزی، فصل تراوت و شادابی است. زندگی برای تمام جانداران، اعم از جانوران و گیاهان، انگار دوباره آغاز می شود. همه جانداران شروع به حرکت و تلاش می کنند. همه شاد و خندان کار می کنند و هیچ خستگی ندارند. از مورچه گرفته تا انسان، از گل گرفته تا درختان، همگی خستگی ناپذیر کار و تلاش می کنند. بارش باران حتی زمین مرده را زنده می کند و مکانی برای رشد سایر جانداران مهیا می کند. رودها و چشمه‌های خشک نیز شروع به حرکت می کنند. فصل بهار فصل آغاز زندگی است. شاعر می فرماید: مژده ای دل که دگر باره بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است. این نمونه اول. یک نمونه دیگر نیز در ادامه میگیم. نمونه دوم: بهار و زیبایی‌های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید. در متن خود از 1 یا 2 بیت شعر که در مورد فصل بهار سروده شده است استفاده کنید. موضوع: فصل بهار. فصل بهار شروع زیبایی‌ها است و سرسبزی این فصل باعث نشاط و سرزندگی می شود. با فرارسیدن فصل بهار خیلی از افراد خوشحالتر هستند، زیرا رشد درختان و آواز پرندگان را می شنوند و هوا نیز بسیار لطیف می شود. در این فصل زیبا گلها به آرامی شکوفه می دهند و طبیعت بار دیگر نو می شود و لباس سبز به تن می کند. این فصل در روحیه انسانها هم بسیار تأثیر می‌گذارد و حس دوست داشتن را در وجود انسان بیش از پیش می کند. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله زار. این هم بیت شعر برای این نمونه. پس ما 2 نمونه در مورد فصل بهار نوشتیم. شما می توانید با توجه به خلاقیت خود یکی از اینها را انتخاب کنید و یا با استفاده از خلاقیت خود و با کمک این 2 نمونه یک نمونه زیباتر بنویسید. ما را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دنبال کنید و روی گزینه دنبال کردن، سابسکرایب کردن و یا فالو کردن کلیک کرده لایک، کامنت و فعال کردن زنگوله فراموش نشه. با آرزوی موفقیت روزافزون، خدا نگهدار شما.